رمضان به پایان رسید، اما آنچه که برای ما باقی میماند اعمال و تلاش‌های مستمر در مسیر الهی است. رمضان فرصتی بود تا نزد خداوند متعال تقرب جوییم، اما حالا که این ماه مبارک به پایان رسیده است، مهم این است که چگونه می توانیم اعمال صالح را در روزهای پس از رمضان ادامه دهیم. امروز در برنامه بدانه خواهرم به برخی از اعمال بعد از رمضان اشاره می کنیم که به ما کمک می کند در مسیر بندگی و رشد معنویمان ثابت قدم باقی بمانیم. و مهمترین اعمالی که باید انجام بدهیم روزه ششم شوال است. روزهای ششگانه شوال یکی از اعمال مهم بعد از رمضان روزه گرفتن 6 روز از ماه شوال است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمودند: هر کسی که رمضان را روزه بگیرد و سپس 6 روز از شوال را روزه بگیرد مانند آن است که همیشه روزه بوده است. حدیث صحیح مسلم. فضیلت این 6 روز چیست؟ باید بدانیم. روزه ششم شوال در صحیح مسلم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم نقل شده است: هر کسی که روزه ماه رمضان را به پایان رساند و سپس 6 روز از ماه شوال را روزه بگیرد، گویا که تمام سال را روزه گرفته است. این حدیث بر اهمیت و پاداش روزه گرفتن در 6 روز از ماه شوال تاکید دارد و به مسلمانان بشارت داده است با گرفتن این روزه ها پاداش 1 سال عبادت را دریافت خواهند کرد. یعنی روزه شوال در ادامه روزه ماه رمضان قرار دارد و نشان دهنده اراده و پشتکار در حفظ تقوا و ارتباط با خداوند است. روزه گرفتن در این ایام نوعی تشکر و سپاسگزاری از خداوند برای توانایی گذراندن ماه رمضان است و الله متعال می فرماید: و هنگامی که عباداتتان را به پایان رسانیدید پس ذکر خدا کنید. آیه 203 سوره بقره. این روزه ها به طور ویژه نشان دهنده استمرار در عبادات هستند و باعث پاکسازی بیشتر انسان از گناه ها می شوند. پس برای توسعه عبادات در دیگر ماه ها باید توجه داشته باشیم. بعد از رمضان باید عبادات مانند نماز شب، ذکر و تلاوت قرآن را ادامه دهیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که در رمضان عمل صالحی را آغاز کند پس از رمضان نیز باید ادامه دهد، یعنی استمرار در دعا و توبه. پس از رمضان باید تلاش کنیم که دعاهایمان از سر خیر و درخواست از خداوند متعال ادامه یابد. در این مورد آیه از قرآن کریم داریم که می فرماید: و قال ربکم ادعونی استجیب لکم. و پروردگارتان می فرماید مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم. سوره غافر آیت 60. پس بدان ای خواهرم که این اعمال پس از رمضان به ما کمک می کند تا همچنان در مسیر تقوا و بندگی قرار داشته باشیم و از فرصت های بزرگ بهره مند شویم. رمضان به عنوان ماه مهم برای تطهیر دلها بود، اما مهم این است که این تغییرات را در زندگیمان ادامه دهیم و با تقوا و اعمال صالح از این ماه به عنوان نقطه شروعی برای رشد معنوی و بهره برداری کنیم. امیدوارم که با اعمال صالح و نیتهای خالص همیشه در مسیر رضایت خداوند متعال قرار داشته باشیم. انشاءالله الله متعال ما را از کسانی قرار دهد که در هر زمان در مسیر هدایت و نزدیکی به خودش باقی بمانیم.